آیفون‌های جدید واقعا سیم کارت نمیخورن؟ مگه داریم؟ امشب کنفرانس اپل بود و آیفون و اپل واچ همه چی معرفی شد. ادامه ویدیو تو توضیحات بده. آیفون‌های 17 ایر، 17 پرو و 17 پرو مکس معرفی شدن. آیفون 17 که ظاهرش مشابه آیفون 16 خیلی امکانات خفنی داره. توی 5 رنگ میاد، دوربینش 48 مگاپیکسلی شده و فناوری فست شارژ داره، یعنی تو 20 دقیقه شارژ کردن 50% شارژ میگیره. آیفون‌های سری پرو یعنی 17 پرو و 17 پرو مکس که واقعا لقب پرو برازنده‌شونه، هر دو نسخه توی 3 تا رنگ جذاب و خفن میان. بدنه آلومینیومی یک پارچه که مقاومت خیلی خفنی داره. صفحه نمایش سرامیک شیلد نسل 2 که تا 4 برابر مقاوم‌تر در برابر ضربات. تو این کنفرانس اما 4 تا دستگاه دیگه هم داشتیم. اپل واچ اولترا نسل 3 که تا 42 ساعت شارژ نگه می‌داره. ایرپاد پرو 3 تقریبا با همون طراحی با قابلیت سنسور ضربان قلب و ترجمه همزمان. هر کدوم از این دستگاه‌ها کلی جزئیات داره. اگه جزئیات همه‌شون رو می‌خوای یه سر به هایلایت 2025 اون بزن.